سلام و عرض ادب. من علیرضا عارف هستم. این ریلز چند دقیقه‌ای در مورد نحوه کار با هوش مصنوعی هستش. چیزی که من قصد دارم در وهله اول توضیح بدم، حالا صرف نظر از نحوه استفاده با اون ابزارهای و تولزهای هوش مصنوعی، اینه که من قصد دارم با محوریت چت جی پی تی اینو بگم. و قبل از اینکه بخوام ابزارهاشو معرفی کنم، میخوام در مورد فلسفه وجودیش توضیح بدم، نحوه تایپ کردن، نحوه سوال پرسیدن. اول اینو بگم، چت جی پی تی در ایران فیلتر نیست. فقط برای ساین اپ کردن یا ساین این کردن شما میتونید از فیلتر شکن استفاده بکنید. برای استفاده عادی دیگه نیاز به فیلتر شکن نداره. این یک مسئله. مسئله دوم این که درسته که حالا شماره ایران رو پشتیبانی نمیکنه، ولی یه راه حل اینه که شما بخواید با جیمیلتون یا با حساب مایکروسافتتون ساین اپ کنید. یعنی وقتی که جیمیلتون روی مرورگر لپتاپتون یا روی گوشیتون هست، حتی اگه اوتلوک یا هاتمیلتون توی مرورگر گوشیتون هست، میتونید با حساب مایکروسافت، مثل من که با حساب مایکروسافت اومدم، یا با جیمیلی که روش هست وارد بشید. اینجا دیگه محدودیت شماره ایران نداره. این خب یه ترفندیه که همه متوجهش نشدن. بنابراین شما دیگه نیازی به شماره مجازی ندارید که برید شماره مجازی خارجی بخرید که از اون طریق وارد بشین. کما اینکه شماره مجازی خریدن هم خوب نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که شماره مجازی یا ارزونهاش معمولا یک بار مصرفن. یک بار که کد بیاد دیگه فایده نداره، مگر که بخوای شما شماره مجازی دائمی بخری که قیمتاش میتونه تا 1,000,000 تومان هم برسه. اما در مورد نحوه کار کردن با چت جی پی تی، من اول اینو باز کنم. ببینید، نحوه سوال کردن در چت جی پی تی و هوش مصنوعی خیلی مهمه و هیچ وقت شما نباید سوالای کلی ازش بپرسید. اگه سوالای کلی ازش بپرسید، حالا من مثالای حقوقی میزنم، سوالای حقوقی میزنم بیشتر، چون صفحه ما صفحه حقوقی دیگه. شما باید سوالای ازش بپرسید که کلی نباشه. برای مثال، اگه شما بهش بگید که در شهرتون چند تا آپارتمان هست، این سوال خیلی سوال کلیه و جواب دقیق دادن به این سوال خیلی سخته و نشدنی. ولی اگه بیای از این سوال بکنی که در محله شما چند تا آپارتمان هست، این دقیق تر جواب میده. خب، یا مثلا یه مثال حقوقی بزنم، مثلا ماده 10 قانون مدنی ایران. شما اگه بیا از این سوال بکنی که مشابه قانون مدنی ایران در کدام کشورها هست، ماده 10، این یک جواب کلی و اشتباه بهتون میده. ولی اگه ازش بپرسی که آیا فرانسه قانون مدنی داره، میگه بله. میگه آیا مشابه ماده 10 قانون مدنی ایران در قانون مدنی فرانسه هست، اینجا دیگه دقیق تر به جواب میده. به همین دلیله که گفته میشه که هوش مصنوعی برای متخصصین اون رشته است، نه برای افراد عادی. کما اینکه در مورد گوگل هم همینطور بود. در مورد اینترنت گوگل، مثلا یه مقاله تخصصی اگه تو گوگل بود، این برای متخصصه بود، نه برای افراد عادی که برن بخونن. پس به خاطر همینه که میگن در آینده، یعنی تعریف سواد دیگه مثلا مثل قبل نیست. الان کسی سواد نداره که در واقع نتونه از هوش مصنوعی درست استفاده بکنه، ندونه که بعد چطوری سوال کنه. حالا بر اساس هر رشته‌ای که طرف داره متفاوته. من بیشتر صحبتایی که میکنم خیلی کاربردی تر و مهمتره تا اینکه بخوام ابزارهاشو بهتون معرفی کنم. و یکی از ویژگی هایی که هوش مصنوعی داره، مثلا چت جی پی تی داره، اینه که ماشین لرنینگه، یا به عبارتی خودآموزه. مثلا الان اگه شما ازش یه سوالی بکنی، ممکنه جواب درست بهت نده، ولی 2 روز دیگه جواب درست رو بهت بده. یه وقتایی میشه هوش مصنوعی های دیگه، مثلا چت جی پی تی بروزتر از هوش مصنوعی های دیگه است. مثلا بروزتر از گروکه، بروزتر از دیپسیکه. یه وقتایی ممکن هوش مصنوعی های دیگه خودشون برن کپی بکنن از سرورهای هوش مصنوعی دیگه. به خاطر همینه که من میگم هوش مصنوعی، حالا صرف نظر از امکاناتی که داره، من خودم احساس کردم توی بعضی از موارد بروزتر رفتار کرده. مثلا در مسائل حقوقی ممکنه ویژگی ماشین لرنینگ بودن یا خودآموز بودن، ممکنه 7 سال آینده تازه برسه به
به اندازه یک کارآموز با تجربه وکالت. قبلا اینترنت نبود، مثلا 20 سال پیش چون اینترنت نبود، طرف اگه میدونستش که ماده در قانون مدنی چی میگه یا میدونستش که عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز، این مثلا اگه میدونست خیلی حرف مهمی بود، چون اطلاعات گسترش نداشت. به خاطر همین یه نفر یک کتاب پیدا میکرد، اینو میدونست خیلی مهم بود، که الان دیگه یه چیز بدیهیه، یعنی جز ابتدایات مدنی، جز ابتدایات یه رشته است که شما بدونید ماده 10 چی گفته. بنابراین شما حرف مهمی نزدید مگه که الان بتونی کار مهمی بکنی. خب با وجود این توضیحات، من الان میرم نحوه استفاده از چت جی پی تی و امکاناتش رو براتون توضیح میدم و مقایسه میکنم براتون با هوش مصنوعی دیگه که چه برتری این چت جی پی تی داره بقیه ندارن. ببینید شما وقتی که وارد میشید، مثل این حالت وارد این چت میشید. وقتی که وارد این چت میشید، در این قسمت، حالا من تاچ میکنم، این قسمت حالت تمپوراری داره. چت ها دیگه حالت هیستوری پیدا نمیکنه. یعنی شما وقتی که حرف میزنی تا زمانی که برنامه رو نبستی برات میمونه، برنامه رو که بستی دیگه میره. هنوزم حالتی نداره که اینو بتونی اگه پشیمون شدی بیارش رو حالت هیستوری. فعلا هنوز این قابلیت توش نیومده. بنابراین پس این حواستون باشه. پس این ما فعلا حضرات موقت درش میاریم. نسخه گت پلاس اینا که باش کار خیلی نداریم. اما این به علاوه‌ای که اینجا گذاشته خیلی مهمه. من چون امروز زیاد ازش استفاده کردم توی عکس، این قسمت ها برای من نشون نمیده، چون بعد نسخه پلاس داشته باشم، چون من عکس زیاد فرستادم امروز توی یک از چت ها. فعلا تا 24 ساعت، کمتر 24 ساعت فایل، کامرا و فوتوش برای من کار نمیکنه. ببینید یه قسمتی اینجا داره که خیلی شاید به درتون بخوره، قسمت سرچ و دیپ سرچ که حالا عمیق‌تر تحقیق میکنه، حالا با فوتوفن های گوگل. این وب سرچ رو که شما فعال میکنید، وقتی که مطلبی رو تایپ میکنید ازش میپرسی، با سرچ براتون انجام میده. ولی یه نکته داره. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که درسته که شما وب سرچ رو فعال میکنی، ولی به این معنا نیستش که اگه وب سرچ رو فعال نکنی، ازش سوال بکنی در چت و ازش بخوای بره سرچ بکنه، از منابع معتبر نره سرچ کنه. متوجه هستین؟ من خودم برام پیش اومد که یه وقتایی بود یه موضوعی بود حالت سرچی بود، بهش گفتم، گفت نه اصلا چنین چیزی وجود نداره. ولی وقتی که خودم ازش خواستم سرچ کنه یا وب سرچ رو فعال کردم، این رفت در آورد، قشنگ رفت در آورد و اطلاعات بروز رو برای من در آورد. اما در مورد این علاوه که ضربه رو بزنی دیگه میره. در مورد دیپ سرچ هم که مشخصه عمیق‌تر سرچ می‌کنی، حالت think longer for the better answer، این در واقع اون حالت از تشویق میکنه، حالا بعضی میگن چاپلوسی میکنه اینا، اون حالت شوخ طبعی رو دیگه نداره. تو قسمت تینکینگ مثل یک حالت کسی که متفکر اون رشته هست سعی میکنه به جواب بده، ولی خب بازم باید رفرنساش بررسی بشه. یه وقتایی ممکنه حرفایی بزنه، رفرنسایی بده که علمی نباشه. و اینم باز برمیگرده به همون نکته‌ای که اول گفتم، هوش مصنوعی برای کسانیه که در رشته خودشون سواد کافی رو دارن که بتونی اشتباه هوش مصنوعی رو بفهمی. بنابراین اگه نتونی اشتباهشو بفهمی، داده اشتباه بهت میده، بعدا ممکنه خیلی به ضرر تموم بشه. این حالت استادی اند لرن هم البته پیش از این که چت جی پی تی بیاره گروک آورده بود. حالت سقراطی در گروک بود که حالت سوال جوابیه. استادی اند لرن فرقش با تینکینگ اینه که استادی اند لرن بیشتر حالت چالشی، پرسش چالشی رو مطرح میکنه، ولی بازم به این معنا نیستش که اگه اینو فعال نکردی خودت سوال چالشی انجام بدی همراهی نکنه. ولی خب این هم یه سری ویژگی ها داره. اما بریم به سمت یکی از ویژگی های مهمی که چت جی پی تی داره و بقیه نداره، اینه که یک حالت بچه مموری داره، یه پرسونالایز داره. و این نقطه‌ای رو که من گذاشتم اینا قبلا عنوان داشته، حالا به خاطر اینکه این ویدیو ریکورد هست و حریم خصوصی من اینا رو اومدم نقطه گذاشتم که موضوعش مشخص نباشه. وقتی که شما 2 تا مکالمه توی چت جی پی تی باز می‌کنی، مثلا الان یه مکالمه است، خب اینو بزنی، مثلا من نیو چت که میزنم دوباره یه مکالمه دیگه باز میشه.
این در حافظش میره. یعنی اگه شما در یه مکالمه، در یه کانورسیشن بگی سلام من علی هستم، به خاطر بیار که من علیم، این دیگه یادش میمونه، دیگه فراموش نمیکنه. یعنی اگه شما بری یه کانورسیشن دیگه باز بکنی، یه نیو تب دیگه باز بکنی، یادش نمیره. این چت جی پی تیه. ولی دیپسیک اینجوری نیست، گروک اینجوری نیست، پرسونالایز نداره، یادش میره، فقط تو چت خودش یادش میمونه. بنابراین این نکته‌ای که بعد بهش خیلی توجه کرد، مگر که شما تو دیپسیک یا گروک بهش یادآوری کنی که توی این مکالمه من علی صدا بزن. خب وقتی که اینو میزنی، وارد پرسونالایز که میشید، اینجا مثلا میتونی بذاری یور نیک نیم، هم مثلا میتونی بهش بگی منو چی صدا بزن. اینجا هم میتونی خودتو یک مختصری معرفی بکنی، اینجا هم خودت هم میتونی بیشتر معرفی بکنی. حالت مموری، حالا من منیج مموری روش تب کلیک نمی کنم. حالت منیج مموری که شما روش کلیک بکنید، واردش که بشید، حتی اگه شما اون محتوا رو پر نکنید، اون حرفایی که توی هیستوری مونده میاره اینجا ذخیره میکنه. مثلا اگه شما بهش بگی که من دانشجو حقوقم، من تخصصم تو این زمینه است، این خودش اتوماتیکوار بعداً میره بررسی میکنه، میاره تو منیج مموری. اگه هم دیدی نیورده ایراد نداره، بیا تو منیج مموری بنویس درش. به این دلیل که ممکنه حالا آپدیتش طول بکشه، اینها ممکنه طول بکشه و یه هفته، شاید 5 روز طول بکشه، شاید هم 24 ساعت طول بکشه. حالا دیگه بستگی به سیاست‌های اون چت جی پی تی داره، هوش مصنوعی خودشون داره. این ادوانس هم که دیگه مشخصه، مثل حالت وب سرچ، هر کس حالا بر اساس رشته خودش میتونه ازش استفاده بکنه. و صرف نظر از اون ابزارها، به نظر من نحوه کار کردن و نحوه پرسشی که خیلی مهمه. اما این قسمت چت جی پی تی پرسونالیتی، ببینید باز اون ابزارهایی که توی تب توضیح دادم، گفتم اگه وب سرچ رو فعال نکنی، به این معنا نیستش که ازش بخوای انجام ندی. این هم همینطوره. یعنی اگه شما بالفرض، چون حالت دیفالتی حالت متعادله جواب میده، ولی به این معنا نیستش که اگر شما نخوای ازش منطقی جواب بده، حالت مثلا لیسنر تاک فول اند ساپورتیو رو برات انجام نده. این بیشتر حالت پیشفرضه. یعنی از دیفالت وقتی که میذاریش روی لیسنر، دیگه اینجوری جواب میده، ولی ممکنه همیشه این به درد نخوره. شاید یه وقتایی لازم باشه که شما بر حسب کارتون، دیگه بستگی به کارتون داره، بستگی به کارتون مجبور بشید که حالت دیفالت و متعادل باشه در بعضی از موارد. ولی در میانه چت شما میتونید مثلا در اینجا، شما مثلا فرض کنید اینجا کلا چت کردید، میتونید وسط چت حالت استادی اند لرن رو فعال بکنید، میتونی حالت تینکینگ رو فعال کنی. اما این چیزی که من میخواستم براتون توضیح بدم، این حالت نکته آخرم بگیم دیگه تموم بشه، قسمت نیو پراجکت. من بدونی که بخوام بازش بکنم، حالا توضیح بدم. ببینید فرض کنید شما یک پروژه‌ای دارید، مثلا دارید یک کتاب می‌نویسید در مورد حقوق جزا. اینو بهتره که توی چتای معمولی نیارینش، مثلا اینجا نیارینش، خب مثلا اینجا نیارینش. یه نیو پروژکت باز کنید. بعد این نیو پروژکت رو که باز میکنید، میتونید طبقه بندیش کنید. فرض کنید کتابتون مثلا 200 صفحه است. این کتاب 200 صفحه‌ای 5 تا فصل داره. میتونید برای هر فصلش یه پروژه باز کنید. خب میتونید اول توی چت معمولی بیارینش، مثلا توی نیو چت بیارینش. بعد از حالت نیو چت مثلا ببین اینجوری میزنی، میای تو اد پروژکت، میتونید ببریش تو اد پروژکت. بعد برای هر فصل میتونی براش عنوان بذاری، اون 5 فصلی که گفتم. ولی نکته که باید بهش توجه بکنید اینه که فعلا اینجوریه که هر کانورسیشن، هر مکالمه در چت جی پی تی یه حالت محدود فعلا داره. یعنی فرض کنید که 500,000 کلمه رو بتونه در خودش جا بده
هم کلمات شما هم کلمات خودش که جواب میده، بعد بگه آقا این به حد اکثر رسیده، این احتمالا قابل حله، اینو خیلی بهش دقت کنید، چتاتون رو پاک نکنید، این قابل حل، این بعدا ممکن درست بشه. چرا؟ چون در مورد دیپسیک اینجوری بود، تو این دیپسیک دیگه پشتیبانی نمی‌کرد برای هر مکالمه تا اینقدر کلمه، بعدا درست شد. اینم احتمالاً همینه، چون واقعا نمیشه که اینو درستش نکنن، چون این قرار باشه درستش نکنن، بنابراین هوش مصنوعی به در پروژه بزرگ نمیخوره. ولی خودم به شخصه هنوز برام پیش نیومده که تو هوش مصنوعی دیگه مثل فرزند گروک اینها چطوری باشه. ولی خب من دوست داشتم که به خاطر ویژگی‌های چت جی پی تی مثل حالت پرسونالایز بیشتر با محور چت جی پی تی براتون توضیح بدم و خودم هم تجربه خوبی ازش داشتم و کمک‌های بیشتری بهم کرده حقیقتش نسبت به هوش مصنوعی‌های دیگه. ولی اگه بالفرض شما نسخه پلاس رو فعال بکنید دیگه مثل اینجا براتون محدودیت ایجاد نمی‌کنه که تا 24 ساعت کمتر نتونید عکس چیزی آپلود کنید. و الانم حدود 16-17 دقیقه براتون فیلم گرفتم. امیدوارم که این ریلز براتون مفید بوده باشه. موفق باشید. ممنون که گوش دادید.